یکی از مهمترین فریضه های الهی نکویی بر والدین است. برای دانستن اهمیت این فریضه همینش کافی است که خداوند نیکی بر آنها را در قرآن با توحید خود قرین نموده یک جا ذکر کرده است. خداوند در سوره نساء فرموده است: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خداوند را عبادت کنید و به او تعالی شرک نآورید و به پدر و مادر نیکی کنید. در این آیه کریمه که عالمان قرآن شناس آن را آیت حقوق می نامند، دیده می شود که خداوند بعد حق خود که او تعالی را شناختن و با یگانگی پرستیدن است، حق والدین را که نیکی و احسان بر آنهاست ذکر نموده است. اینچنین در سوره اسراء خداوند فرزندان را به این عبادت بزرگ امر نموده حق آنها را بر فرزندان به طرزی که سزاوار تأمل است بیان داشته فرموده است: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. و پروردگارت فرمان داده است که جز او تعالی چیز و یا کسی دیگری را نپرستید و بر والدینتان نیکی کنید. اگر یکی از آنها و یا هر دو نزد تو به سن پیرانسالی برسند، در مقابل آنها زنهار اف مگو. هرگز کمترین اهانت را به آنها روا مدار. به آنان فریاد مزن و از اندکترین چیزی که باعث رنجش خاطر آنان می‌گردد پرهیز بکن و آنها را از نزدت مران و با آنها به نرمی و شایستگی و با کمال احترام سخن بگو. یعنی اینجا خداوند فرزندان را حتی از استفاده کلمه اف بر مناسبت با والدین من نموده است. اگر استفاده این کلمه که ظاهراً به نظر عادی می نماید من باشد، البته گفتارهایی که از این دیده درشترند ممنوعیتش شدیدتر و گناهش بزرگتر است. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم درباره نکویی والدین فرمودند: راغم انفه ثم راغم انفه ثم راغم انفه. قیل من یا رسول الله؟ قال من ادرک والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنه. رواه مسلم. بینی او در خاک باد، یعنی کنایه از خوار و ذلیل شدن. بینی او در خاک باد، بینی او در خاک باد. اصحاب پرسیدند کی باشد؟ گفتند آنی که پدر و مادرش و یا یکی از آنها را به هنگام پیرانسالی در می‌یابد ولی جنت را به دست نمی‌آورد. روایت امام مسلم. از این حدیث مبارک برمی آید که بودن پدر و مادر در حیات فرزندان نعمت بزرگی بوده. خدمت و نیکی آنها علل خصوص به وقت پیرانسالی در وسیع از درهای جنت است.